این زمینه که چنین درختانی پر از میوه‌های شادبار و سبزانیده است همگی 2 سال پیش شور زمین بود و غیر از خروخس اینجا دیگر چیزی را نمیدیدی. ضمناً اعلان گردیدن سالهای 2019 2021 همچنین سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی در این زمینه برای آباد نمودن این موضع ساکن ناحیه وسه سیدشاه ظریفوف در این زمین‌ها باغ بنیاد کرد. 2.5 گکتار 1.5 درخت موشوندگیم. خیلی درختای سیب، شفتالو، زردالو، سلیوا، انگور، خیلی همه درخت همی چی هسته؟ میوه دهنده. میوه دهنده تو چهارمغز تو همه چیز کردگی. وقتی ما این را گرفته بودیم خلق همیشه میگفت که زمینی خاکستر چیزی میکنه خاکستر میشه. خیلی زمین للمه او نداره خیلی اوی خیلی زیر زمینی خدمون برو بردیم. خیلی 2 ساله شدن درختو. در مساحت 5 گکتار این زمین‌های غیر کارم را سیدشاه به زمین‌های کارم تبدیل داده خوجگی دهقانی تشکیل کرد. در خوجگی استفاده آب و زمین درست برآ مانده شده هر یک وجب زمین ثمرناک استفاده برده می شود. در برابر باغکاری در این زمین‌ها زراعت‌های گوناگون پرورش می‌یابند. در فکرمون همین آباد کردن ناحیه همینجا می اومدی زیق میشیدی خورو خستگی چی بود هم کسی میوه اینجا ما را رحمت نگه خرسان میشه نگه اینجا هم خیلی آباد کرد زیبا کرده خیلی خدود همین چی را بتا که صلح و ثبات باشه و تینجی باشد خیلی همش میشه همین خلق در فکر همین کارو میغلطه. سیدشاه یک فرد وطن پرور با این اقدام پیش گرفتش با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی سهم ارزنده خود را در آبادی این گوشه وطن گذاشته. روزهای جشنواره‌ها مقصد دارد که میوه‌های از لحاظ اکولوژی تازه محصول باغ خود را پیشکش ساکنان ناحیه و مهمانان گرداند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهروف از ناحیه وسه برای برنامه اطلاعاتی نوید